که من جوانم، دنیا پر از جوانی، هر جا که پا گذارم آنجا پر از جوانی. حالا که من جوانم، دنیا پر از جوانی، هر جا که پا گذارم آنجا پر از جوانی. درود به شما بیننده های عزیز. برنامه دنیا پر از جوانی است که این لحظه شما را همراهی میکند. برنامه دنیا پر از جوانی است همیشه از دستاوردها تا موفقیت های جوانان به شما میگوید تا شما نیز از آنها ببینید و بهره ببرید و دنیای جوانی خود را رنگین و زیبا سازید. پس در این سفر همراه ما باشید. دنیا پر از جوانی است. داری خبر یار نگاهت مزه دارد، خندیدنی چشمان سیاهت مزه دارد. داری خبر یار نگاهت مزه دارد، خندیدنی چشمان سیاهت مزه دارد. چون خالی بزیبی لبی تو وصف نسازم، لبهای عقیقی بوسه خواهد مزه دارد، لبهای عقیقی بوسه خواهد مزه دارد. مزه دارد مزه دارد مزه دارد مزه دارد. گفتی تو مرا لحظه دیدار قریب است، هی وعده امروز و پگاهت مزه دارد. ای بس دلم بردن و دانی تو ولیکن در عین ثواب است گناهت مزه دارد، در عین ثواب است گناهت مزه دارد. ای مزه دارد مزه دارد مزه دارد ای مزه دارد. به سر ترزی کلاهت مزه دارد، تا راست به دامی تو رود بند شود دل، کج مانده به سر ترزی کلاهت مزه دارد. داری خبر یار نگاهت مزه دارد، خندیدنی چشمان سیاهت مزه دارد. داری خبر یار نگاهت مزه دارد، خندیدنی چشمان سیاهت مزه دارد. چون خالی بزیبی لبی تو وصف نسازم، لبهای عقیقی بوسه خواهد مزه دارد، لبهای عقیقی بوسه خواهد مزه دارد. ای مزه دارد مزه دارد مزه دارد ای مزه دارد مزه دارد مزه دارد مزه دارد ای مزه دارد. آنجا پر از جوانی. بیننده های عزیز، برنامه دنیا پر از جوانی است. این لحظه منظور شما و این نوبت قهرمانی برنامه ما هستند جوانی خوش صدا، جوانی که الکی پیرای خویش را دریافت کردند. ادریس خان بابایف، خوش آمدید به برنامه دنیا پر از جوانی است. تشکر زیاد. از اهل هنر سلام بادا به شما، عمر خوش و بردوام بادا به شما. داریم همه نیت در این لحظه خوش اقبال و شرف غلام بادا به شما. اولا سلام و درود تماشابینان برنامه محبوب دنیا پر از جوانی است. من منتداری خود را به تهیه‌گران این برنامه میرسانم که کمینه کمترین را لایق دانستند به آن دعوت سازند.
تشکر زیاد. بار دیگر شما را خوش آمدید میگویم. در آغاز همین را پرسیدنی هستم، چون شما جوان هستید و نخستین قدم های خوش را به جاده صنعت گذاشته ایستادید. آغاز این راه برایتان چگونه بود که در این راه شما را بیشتر دستگیری میکند، دوستان یا عائله؟ تشکر زیاد. کسب آوازخوانی در ساحه صنعت این اولا استعداد است. استعدادی که خداوند در وجود من پیدا کرد و البته بعداً دستگیری عائله‌ام از دستگیری پدری عزیزم، مادری عزیزم و رضایت آنها بود که من همین ساحه را پیش گرفتم و دستگیری برادرانم، هرچند که آنها در کار و فعالیت دیگر کار و فعالیت میکنند، در دیگر ساحه کار و فعالیت میکنند، دستگیری آنها بود که استعدادی مرا تا حال دستگیری کرده ایستادند و بعداً من از خردسالی در این ساحه آموزش را آغاز کردم، یعنی سرایندگی، نوازندگی، هنرمندی و اهل فرهنگ بودن را از خردسالی آغاز کردم و اولین استاد من یکی از مقام سرایان به همتای کشور علوچی فرهنگ جمهوری تاجیکستان استاد قاسم جان حسنوف بودند که نازکی های این کسب را به من آموزاندند و مرا به کمال رساندند. بعد از آن به کالج صنعتی شهر خوجند به نام صادقخان حافظ داخل شدم و در اینجا استادان استاد حسین جان شریفوف، استاد اشنظرف الهام، علی معطوف غالب جان و استاد زنده یاد یکی از انسان‌های صمیمی تنبورنواز بهتری استاد همراقل جرایف بودند و بعد از این به فاکولته صنعتی دانشگاه دولتی خوجند به نام اکادمیک بابا جان غفورов داخل شدم و با بسیار استادان صاحب تجربه ها البته آموختم و همکاری کردم، به مانند استاد نامزد علم‌های صنعت شناسی پروفسور دارنده جایزه جمهوریوی بار بعد استاد سلطان علی خدایبردی و نامزد علم‌های تاریخ داتسن سابق دکان فاکولته صنعت استاد رحیم جان امین جانوف و معلمه به همتای ما معلمه عزیز نصیبه امانبای و استاد عبدالرحمن ستاروف، استاد سرداربک صالح و پروفسور دارنده جایزه به نام کمال خوجندی استاد عمر علیویچ بسیار مرا دستگیری کردند و مرا در سطح حرفه‌ای یعنی در سطح کسبی آماده کردند. یعنی این همه مسئولیت‌های استادان بود که شما را امروز کم کم در جامعه شناخته ایستادند و راه به سوی موفقیت گرفتید. بله، این البته دستگیری استادان بود و من حرکت کرده ایستادم که صورت‌های نو به نو پیشکش کنم، بهر مخلصان ایجادیات خودم را بهر مخلصان نشان دهم، صورت‌های خودم را و البته فاکولته صنعت دانشگاه دولتی خوجند را نیز با دیپلم اعلی ختم نمودم. بعد ختم فاکولته و خدمت وطن مادر رفتم با خواهش خود خدمت وطن مادر را با سری بلند ادا نموده و حالا همچون ماجسترانت کورس یکم فاکولته صنعت آموزش را دوام داده ایستادم. که احساس کردید که سرود نه تنها هوس بلکه میتواند راه زندگی شما گردد؟ تشکر. سوال بسیار با مورد دادید که باعث فکر و اندیشه است. البته بسیاری ها در خوردی آرزو میکنند که کلان شوم، یک صنعتکار میشوم، سراینده مشهور میشوم، ولی میبینیم که همون نفران کلان میشوند، به وای میرسند، بعدا زندگی آنها را به راه‌های دیگر میبرد یا میل و رغبتشان به دیگر ساحه میشوند. وقتی که من نیز در خردسالی هم خیلی آرزو میکردم، بعضی‌ها میگفتند که موقتی است و کلام میشوی فکرت دیگر میشود، اما من به این انتخابم استوار ایستادم و از استادان آموختم و تا حال آموخته ایستادم که بسیار استوار باشم در این ساحه و به این سوال شما با پررگی جواب داده نمیتوانم، حالا چون آغازی راه هست و البته من جوان هستم، لیکن از آن موافقم که یک همین صنعت، اهل فرهنگ بودن، هنرمند بودن یک جزئی زندگی من شده ایستاده است. بهترین. امروز شما بیشتر چگونه ترانه ها میخوانید؟ موضوع ایجادیات شما کدام است و بیشتر در کدام سبک سرود اجرا میکنید؟
تشکر. وقتی که من تحصیل را آغاز کردم در وقتی مکتب خونه، یعنی مکتب موسیقی کالج فاکولته تحصیل کردنم، استادان بسیار تلقین میکردند که سرودهای پرمعنی، پرمضمون و تاثیر بخش را سرایم و متنهای خوب را در سرودهایم جای دهم و این برای من یک نقطه شیار شده است که من باید سرودهای را انتخاب کنم، سرودهای را سرایم که اولا از جهت مضمون بلند باشد و به دل مردم جای گیرد و با شنیدن سرودهای من آدمان یک زندگی خود را دریابند یا برای پیشرفت آنها، پیشرفت زندگی آنها تسکین بخش و تکان بخش باشد و به همین وابسته یک سرود تازه ایجاد خود شعر از عبادالله آدینه مفتون با نام شکر کن آهنگ تازه ایجاد خودم است. حالا کارکرد کرده ایستادم و آماده کرده ایستادم به پررگی بهر مخلصان می سرایم با ساز موسیقی تنبور و باوری دارم که مخلصان آنها این سرود را خوش میپذیرند و به همین ما همه وقت از زندگی شکرگزار باشیم، چی با پستی و چی با بلندی هایش. با داده قناعت کن و با داد بزی، در بند تکلف نشو آزاد بزی، در به زی خود نظر مکن غصه مخور، در کم زی خود نظر بکن شاد بزی. مرمد آهنگی نوی من با نام شکر کن بهری مخلصان. گر به دنیا یک نفر غمخوار داری شکر کن، گر زبان خوبی به آزار داری شکر کن، گر به دنیا یک نفر غمخوار داری شکر کن، گر زبان خوبی به آزار داری شکر کن، کفش اگر در پا نداری شکوه از عالم مکن، پای تی سازنده کوهسار داری شکر کن، شکر کن، شکر کن، پای تی سازنده کوهسار داری شکر کن. دستی خالی باشی هم دستان تو خود ثروت است، دست و بازوی به خود در کار داری شکر کن، گرچه سیم و زر متاع و مال کم داری چه غم، کم نبین این گنج را بسیار داری شکر کن، شکر کن، شکر کن، کم نبین این گنج را بسیار داری شکر کن. ای برادر شکر میگوییم با هر چی که هست، یک وطن زیباتر از
گلزار داری شکر کن زنده دل باشید گرچه زندگی نیم مرده گر دلی با یاد حق بیدار داری شکر کن زندگی گه راحت و گاهی عذاب و غم بود ادریسا اندر بری خود یار داری شکر کن شکر کن شکر کن ادریسا اندر بری خود یار داری شکر کن گر دلی با یاد حق بیدار داری شکر کن سلامت باشید آواستان هیچگاه خسته نباشد واقعا خیلی صدای زیبا داره تا امروز به کدام دستاوردها نائل گردیدید در کدام آزمون‌ها اشتراک کردید تشکر زیاد البته برای یک جوان یک هنرمند یک صنعتکار یک شنونده داشته باشند این خود دستاورد است و چنانه که گفتم دستاوردهای من البته هنری مرا دیده از اون جایی که من تحصیل کرده استادان و اون جایی که من کار و فعالیت میکنم تقریبا در همه آزمون‌ها اشتراک کردم و جایهای نمایان را گرفتم. یکی از آنها آزمون اندلب در سال 2012 در خردسالی و آزمون سرودهای استاد بای محمد نیازوف و آزمون سرودهای استاد جاربیگ نبیوف و آزمون سراینده بهترین بین تحصیلات میانه کسبی آزمون برپا گشته بود. از کالج صنعت من برآمد کردم و در ولایت جای اول و در جمهوری جای دوم گرفته صاحب مدال گشتم و همین سال در آزمون تاجیکستان وطن عزیزی من اشتراک کردم در شهر جای اول در ولایت جای دوم و در جمهوری جای افتخار سزاوار گشتم. بهترین یک چیز دیگر را میپرسم اشتراک در آزمون‌ها بیشتر به شما چی میدهد؟ اشتراک البته این خودش یک اشتراک کردن این فخر است و من برای جای گرفتن اشتراک نمیکنم و البته این هنری خود را سنجیدن است. یعنی در میان آنهایی که رقابت پذیر هستند شما در آن مسیر خودتان را میسنجید. بله. بهترین. بعد این لحظه یک بازی میگذرانه من نامی استادانی صنعت هم از استادانی کلاسیک هم استراده را میگم شما از آنها دو مصرعی سرود قرائت میکنید و میفهمیم که تا چه اندازه شما آنها را گوش میدهید و از سرودهایشان با خبر هستید. در اول میخوام از استاد اسرائیل فیض‌دینوف از استاد اسرائیل فیض‌دینوف یک سرودشان بسیار با من پسند است با نام آرزوی دل غزل از استاد فرزانه باشد. تپش دل به حرمت یار است ورنه این ساز و نغمه تکرار است تپش دل به حرمت یار است ورنه این ساز و نغمه تکرار است گل که به آب ماند میمیرد خار به آب هم همان خار است گل که به آب ماند میمیرد خار به آب هم همان خار است. بهترین به واسطه این کس هنرمند مردمی جمهوری تاجیکستان استاد اسرائیل فیض‌دینوف استاد من هستند بسیار سبق گرفتم از استاد. میگذاریم به سرایندگان جوان رستم عظیمی. از رستم عظیمی یک سرودشان بسیار با من پسند است با نام پنجره باشه. پنجره را بروی من میبندی
مثل کی از غمهای من خرسندی، این دل هنوز به تو ناله دارد. بگو چرا به حال من میخندی، این دل که لحظه لحظه می شمارد. فردا اگر یادی تو را بیارد، پیوسته میگویم به خلقی عالم، آن بی وفا انصاف هم ندارد. من از خدا دارم التماس، باران غم بر روی ما نبارد. بگو به آن یاری ناسپاس، بدون زندگی معنا ندارد. بدون زندگی معنا ندارد. بهترین باید از استاد جاربیک نبی فکر چیزی قرائت کرده باشه. یک سرودی استاد جاربیک نبی بسیار به من پسند است و آن را در کنسرت ها، در چاربینی ها می سرایم. سرود با نام یادی تو، شعر از عبدالملک بهاری. باشه. گرچه تو یاد زیباغم نکنی، بوی گل را به دماغم نکنی. گرچه تو یاد زیباغم نکنی، بوی گل را به دماغم نکنی. نبیایی و سراغم نکنی، نرود یاد تو هیچ از یادم. قد شمشاد تو هیچ از یادم. نبیایی و سراغم نکنی، نرود یاد تو هیچ از یادم. قد شمشاد تو هیچ از یادم. حسنی آباد تو هیچ از یادم. سلامت باشید دختر. صدای خیلی زیبا داره. تشکر زیاد. این جوانی یک ایام به بازگشت است و ما باید این فصل به بازگشت را خوب استفاده بریم و خوب قدر کنیم که تا در فصل پیری پشیمان نگردیم که من یک راهی بیهوده را طی کردم. ندانند و ندانیم و ندانی غنیمت بودن فصل جوانی. بله، واقعا جوانی یک فرصتی نایاب است. باید ما هر لحظه آن را قدر کنیم. یک سرود شما در شبکه‌های اجتماعی خیلی پسندی جوانان مخصوصا گردیده است و آن سرود را می‌خواستیم این لحظه سراییده باشید. البته سرود با نام یک روز می‌آیی با همراهی همکرسی عزیزم بختیار جلالوف کار کرده ایستادیم و بهر شما هم پیشکش می‌کنم. یک روز می آیی که من دیگر دوچارت نیستم، از صبر ویرانم ولی چشم انتظارت نیستم. یک روز می آیی که من نه عقل دارم نه جنون، نه شک به چیزی نه یقین، مست و خمارت نیستم. شب زنده داری میکنی تا صبح زاری میکنی، تو بیقراری میکنی من بیقرارت نیستم. شب زنده داری میکنی تا صبح زاری میکنی، تو بیقراری میکنی من بیقرارت نیستم. یک روز می آیی که من دیگر دوچارت نیستم، از صبر ویرانم ولی چشم انتظارت نیستم. چشم انتظارت نیستم. همچون جوانی زاده دوران استقلالیت، چون امروز موفق گردیده ایستاده‌اید و در آینده نقشه‌های شما چگونه است؟ می‌خواهید جاده صنعت را به پیش برید، استوارانه قدم گذارید در این جاده؟ چگونه نقشه‌ها دارید؟ بله، در آینده نقشه‌ها دارم. سرودهای نو به نو ایجاد کنم برای مخلصان و همیشه در خاندان هر یکی آنها خرسندی شود و ما رفته شادی شریک باشیم و البته
آرزو دارم که با هنر خود را صیقل دهم و در آزمون‌های جمهوریوی و بیرون از جمهوریوی اشتراک کنم و باز جایهای نمایان را اشغال کنم که همه این با دستگیری و غمخوری‌های اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان جناب عالی محترم امام علی رحمان می باشد که ما آزادانه جوانان برآمد کرده ایستادیم و هنر خود را نشان داده ایستادیم و میانه‌داری هر یکی جوانان تاجیکستان را و پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان جناب عالی محترم امام علی رحمان رسانیده گفتنی هستم. یک نفر آمد و این کهنه‌سرا را نو کرد، دیه و شهر برابر همه جا را نو کرد. گیمن، فرهنگ، رسوم دیگری در ما بود، غایه تازه که او داشت نوا را نو کرد. این وطن نیست دیگر مملکت پسمانده، پیشوا پیشروان کشوری ما را نو کرد. تشکر زیاد. ما برای شما باز هم بردباری های پی در پی را تمنا داریم. بگذار جاده‌ای که قدم گذاشتید همیشه پر از موفقیت و غالبیت باشد. تشکر زیاد. مینندم. سلامت باشید. هر جا که پا گذارم آنجا پر از جوانی. بیننده های عزیز، اینک بخش نوبتی من بخش دانشور است که باز هم میخواهیم از دانش و ذکاوت جوانان هوشمند و زیرک و دانا با خبر گردیده باشیم. پس در این سفر همراه ما باشید. السلام علیکم. برنامه دنیا پر از جوانی ثبت شده ایستاده است و ما میخواهیم به شما چند سوالی پیشنهاد نماییم چون از آنچه شما با خبر گردیده باشیم. سوال اول چنین است: کدام آثار ابا عبدالله رودکی از پیری شکایت میکند؟ شکایت از پیری؟ بله درست است. 95% زنهای مصری در عصرهای خیلی پیش با استفاده از صفت پرداز روی چی را استفاده می‌بردند؟ شاید لای باشد. لای؟ بله لای است. یگانه محبوس خانه که در آن تمام محبوسانش بیگناهان زندان شدند آن کدام محبوس است؟ چی محبوس باشد؟ چی؟ زوپارک؟ زوپارک؟ بله باغ حیوانات. باغ حیوانات. سوال دوم: ضعیفترین شاه که همیشه در گریز است آن کدام شاه می باشد؟ نمیدونم. شاهی شاهمات. رستنی ها با کدام گاز نفس می گیرند که حتی از آن انسان ها نیز انمان گاز را نفس می گیرند؟ اکسیژن؟ جوابی درست اکسید کربن است. زمینی را که از هر 4 طرف آن را آب احاطه کرده است آن چی نام دارد؟ چی باشد؟ آن را جزیره میگویند. ابوالقاسم فردوسی در چند سالگی به نوشتن شاهنامه آغاز کرد و آن چند سال دوام کرد و در چند سالگی آن را به اتمام رسانید؟ ابوالقاسم فردوسی شاهنامه بی‌زوال خود را در سن 70 سالگی به انجام رسانید. تشکر زیاد. ما به شما دانش بیشتر را تمام داریم. متاسفانه شما به همه سوال‌های ما جواب دادن نتوانید ولی خیلی ذهنی تیز داشتید. شما را ممکن بچه‌ها برنامه دنیا پر از جوانی ثبت شده است و ما به شما سوال‌ها پیشنهاد می‌نماییم. اگر به همه سوال‌های ما جواب دادید شما غالب دانسته می‌شوید. سوال اول چنین است: کدام اثر ابا عبدالله رودکی از پیری شکایت می‌کند؟ اثری به فکرم اثری شاهنامه اثری ابا عبدالله رودکی قصه شکایت از پیری. شکایت از پیری. بله. 95% زنهای مصری در زمانهای خیلی پیش با جای از پرداز رو استفاده بردن یک چیزی رو استفاده می‌بردن. آن چی بود؟ به فکرم روی مال باشد دکار. آن لای بود که آنها برای خود به جای محصولات آرایشی استفاده می‌بردند. سوال نوبتی چنین است که این سوال حجوی است. یگانه محبوس خانه‌ای که در آن تمام محبوسانش بیگناه محبوس کرده شدند آن کدام محبوس است؟ نمیدونم. محبوسانش بیگناه محبوس خانه نباشد دکار. همین. ولی آنها را محبوس نگاه داشتند در آنجا. من به شما یک محبوس نگاه داشته باشند. باغ حیوانات می باشد. باغ حیوانات. ضعیفترین شاه
کدام است که همیشه در گریز است؟ آن کدام شاه بود؟ ضعیفترین شاه نمیتونم ضعیفترین شاه ضعیفترین شاه آن شاهمات است. شاهی شاهمات می باشد. رستنی ها با کدام گاز نفس میگیرند که حتی آدمان و حیوانات نیز با آن نفس میگیرند؟ اکسید کربن باشد همه. بله، اکسید کربن می باشد. زمینی را که آن را از 4 طرف آب احاطه کرده است آن را چی می نامند؟ جزیره. بله، آن را جزیره می نامند. جوانان با شما دانش بیشتر را تمنا داریم. بگه شما به سوال های ما پورا جواب ندانستید. با شما برار می خواهیم. السلام علیکم. شما که برنامه دنیا پر از جوانی ثبت شده است. ما با شما چند سوالی پیشنهاد میکنیم و این بخش ما نام دارد بخش دانشور. و یکمین سوالی ما چنین است: کدام آثار ابو عبدالله رودکی از پیری شکایت میکند؟ شکایت از پیری؟ بله. 95% زنهای مصری در زمانهای خیلی پیش به جای استفاده از محلولهای آرایشی چه چیز را استفاده می‌بردند؟ نمیدونم. لای را استفاده می‌بردند. یک سوال دیگر که این سوالی حجوی است. یگانه محبوس خانه‌ای که تمامی محبوسانش بیگناه در آنجا محبوس کرده شده‌اند آن کدام زندان است؟ محبوس خانه‌ای که یگان گناهکار نیست. نمیدونم. این باغ حیوانات میباشد. بله. ضعیفترین شاه کدام است که همیشه کارش گریختن است؟ شاه در شاهمات. بله، درست است. رستنی ها با کدام گاز نفس میگیرند که حتی انسان و حیوانات نیز از آن نفس میگیرند؟ اکسید کربن. بله. زمینی را که از هر 4 طرف آن را آب احاطه کرده است آن کدام زمین است؟ آن را چی مینامند؟ جزیره. ابوالقاسم فردوسی در چند سالگی به نوشتن شاهنامه آغاز کرد و چند سال طول کشید تا این شاهاثر را پورا به خاتمه رساند؟ در سن چند سالگی نمیدونم، نکی تا سن 70 سالگی او را به اتمام رسانده است. به اتمام رساند و در سن 40 سالگی آغاز کرده بود. شما به سوال‌های ما پورا جواب داده نتوانستید ولی خیلی ذکی و دانا هستید. ما با شما دانش بیشتر را تمنا می‌داریم. السلام علیکم جوانان. با فکرم صحبت دوستانه داشتید. برنامه دنیا پر از جوانی ثبت شده است. ما بخش داریم بخش دانشور. میخواید دانشی خودتان را سنجید. ما با شما سوال پیشنهاد میکنیم. اگر شما به سوال‌های ما جواب دادید شما را غالب میدانیم. سوال اول چنین است: کدام آثار ابو عبدالله رودکی از پیری شکایت میکند؟ از پیری؟ قصیده شکایت از پیری. سوال نوبتی چنین است: 95% زنهای مصری به جای استفاده از محلول‌های آرایشی یک چیز غیر عادی را استفاده می‌بردند. آن چی بود؟ لای؟ بله. سوال نوبتی چنین است که این سوال حجوی میباشد: یگانه محبوس خانه که در آن محبوسانش بیگناه زندان کرده شدند آن کدام محبوس خانه میباشد؟ حیوانات. بله، باغ حیوانات. ضعیفترین شاه کدام است که همیشه در گریز است؟ شاهی شاهمات. رستنی ها با کدام گاز نفس میگیرند که حتی انسان ها و حیوان ها نیز از آن نفس میگیرند؟ گازی اکسیژن. گازی کربن. شما قریب نزدیک آمدید. اکسید کربن. اکسید کربن. بله. زمین را که از هر طرف آن را آب احاطه کرده است چی نام دارد؟ آب. بله. جوابش جزیره است. ابوالقاسم فردوسی در چند سالگی به نوشتن شاهنامه آغاز کرد و نوشتن این شاهاثر چند سال دوام کرد؟ 40 سالش سر کرد. بله. و 30 سالش 30 سال عمر خود را به نوشتن شاهنامه صرف کرد و در 70 سالگی به آخر رساند. تشکر زیاد. متاسفانه شما به همه سوال‌های ما جوابی کافی داده نتوانستید. به شما دانش بیشتر را تمنا داریم. السلام علیکم. شما را ممکن
برنامه دنیا پر از جوانی ثبت شده. استاد ما بخش داریم، بخش دانشور، و میخوایم از دانش شما با خبر گردیده باشیم. شما راضی هستید؟ نخستین سوال ما چنین است: کدام آثار ابو عبدالله رودکی از پیری شکایت میکند؟ شکایت از پیری؟ بله. 95% زنهای مصری در عصرهای خیلی پیش چرا به صفت پردازی را استفاده می‌بردند؟ لای بله. یگانه محبوسخانه‌ای که در آن تمام محبوسانش بیگناه زندان کرده شدند، اون کدام محبوسخانه میباشد؟ زوپارک. باغ حیوانات. بله. ضعیفترین شاه کدام شاه است که همیشه در گریز است؟ از بازی شاهمات به فکرم شاه. بله. رستنی ها با کدام گاز نفس میگیرند که آدمان و حیوانات نیز از آن گاز نفس میگیرند؟ گاز اکسیژن. کربن. اکسید کربن. زمینی را که از هر طرف آب احاطه کرده است آن چی نام دارد؟ جزیره. بله. ابوالقاسم فردوسی در چند سالگی به نوشتن شاهنامه آغاز کرد و نوشتن این شاه اثر چقدر ادامه کرد؟ از 40 سالگیش تا 70 سالگیش. متاسفانه شما به یک سوالی ما جواب پورا داده نتوانستید، ولی خیلی دانشی خوب و ذکی هستید. ما با شما دانشی بیشتر تمام داریم. همیشه موفق و کامیاب باشید. بیننده های عزیز، برنامه دنیا پر از جوانی است به انتهای خوش میرسد. خیر عزیزان، تا برنامه های آینده با ما بمانید، چون دنیا پر از جوانی است. دنیا پر از جوانی، هر جا که پا گذارم آنجا پر از جوانی. حالا که من جوانم دنیا پر از جوانی، هر جا که پا گذارم آنجا پر از جوانی.